سلام به همگی. امروز میخوایم یه سفر خیلی هیجان انگیز داشته باشیم به دنیای عجیب و غریب رکوردهای جهانی گینس، جایی که آدما برای اینکه اسمشون تو تاریخ ثبت بشه، دست به کارایی میزنن که شاید به عقل جن هم نرسه. قراره 10 تا از عجیب‌ترین این رکوردها رو با هم مرور کنیم. خب، این یه سوال اساسیه. شما برای اینکه اسمتون توی کتاب رکوردها ثبت بشه، حاضرین تا کجا پیش برین؟ آدم‌هایی که در ادامه می‌بینیم نه تنها به این سوال فکر کردن، بلکه جواب‌های فوق‌العاده عجیبی هم براش پیدا کردن. بیایید ببینیم این جواب‌ها چه شکلی‌اند. قصه از کجا شروع شد؟ خب برمیگرده به سال 1955. یک کتاب ساده که قرار بود خفن‌ترین و خارق‌العاده‌ترین کارهای دنیا رو لیست کنه. ولی خب ایده اونقدر گرفت که تبدیل شد به یه پدیده جهانی. حالا وقتشه که بریم سراغ چند تا از عجیب‌ترین صفحه‌های این کتاب. خب، بریم سراغ بخش اول، شگفتی‌های بدن انسان. اینجا قراره با آدمای آشنا بشیم که بدنشون رو تبدیل کردن به یه جورایی به یه اثر هنری یا یه چالش خیلی بزرگ. آماده این؟ با ایلین دیویدسن شروع می‌کنیم. قصهش از سال 1997 با یه پیرسینگ ساده شروع شد، ولی خب ظاهراً دیگه نتونست متوقف بشه. عددش واقعاً آدم رو شوکه میکنه. تا سال 2008 ایلین بدنش رو با 4225 تا پیرسینگ تزیین کرده بود. بله درست شنیدید، 4225 تا. همین عدد هم رکورد جهانی رو براش به ارمغان آورد. خب از دنیای پیرسینگ میریم سراغ یه چیزی که به جای درد کلی صبر و حوصله میخواد. کریس والتن رکوردی داره که سالهای سال مراقبت دقیق لازم داشته، بلندترین ناخن‌های دنیا. نکته عجیبش اینجاست که ناخن‌های دست راستش تقریباً 2 برابر دست چپشه، یعنی بیش از 6 متر. فکرشو بکنید، از سال 1990 تا حالا ناخن‌هاشو کوتاه نکرده. یعنی بیش از 30 ساله که داره ازشون مراقبت میکنه. اینم از داندرا ساتر. ایشون با یه شرایط خاص به اسم پولیداکتیلی به دنیا اومده. یعنی چی؟ یعنی 7 تا انگشت تو هر دست و 7 تا انگشت تو هر پا داره. ولی نکته شگفت انگیزش اینجاست که شغلش نجاریه و خودش میگه این انگشتای اضافه اصلاً براش مشکلی تو کار ایجاد نکردن. خب حالا میرسیم به رکوردی که شاید اصلاً به ذهنتونم خطور نکرده باشه. معرفی میکنم یو جیانشیا، صاحب بلندترین مژه‌های دنیا. طول بلندترین موجهش چقدره؟ 20.5 سانتی متر. بله، یک موجه به طول بیشتر از 20 سانت. میگن هنوزم داره رشد میکنه و گاهی وقتا مجبوره بذارتش پشت گوشش که جلوی چشمش رو نگیره. و آخرین نفر این بخش کسی نیست جز جیوتی آمگه، یه خانمی که ابعاد بدنش اسمش رو برای همیشه تو کتاب گینس ثبت کرده. جیوتی هم رکورد کوتاه‌ترین نوجوان دنیا رو داشته و هم الان رکورد کوتاه‌ترین زن زنده جهانه. این عددهای کوچیک در واقع داستان یه زندگی خیلی بزرگ و الهام بخشه. بسیار خوب، بخش اول تموم شد. بریم سراغ بخش دوم، ببینیم این استعدادهای شگفت‌انگیز چطور مرزها رو جابجا می‌کنن. اینجا دیگه بحث ویژگی‌های مادرزادی نیست، اینجا مهارت و تمرین حرف اول رو میزنه. ایشون جان ایونز هستن، یه مرد با یه قدرت تعادل باور نکردنی. کارش چیه؟ سنگین ترین چیزایی که فکرشو بکنید و روی سرش نگه میداره. مثلا چی؟ مثلا یه ماشین مینی با وزن تقریباً 160 کیلوگرم برای 33 ثانیه روی سرش، یا 101 دونه آجر. این دیگه واقعاً تمرکز و قدرتی فراتر از تصوره. هممون بچگی سعی می‌کردیم با آدامز بادکنک‌های گنده درست کنیم، درسته؟ خب، چتفل این بازی بچگی رو برداشته و تبدیلش کرده به یه رکورد جهانی. نکته جالبش اینه که فقط با 3 تا دونه آداموس این کارو کرده و مهمتر از اون بدون استفاده از دست. باد کردن یه آداموس تا قطر نیم متر. این یعنی کنترل نفس فوق‌العاده. و حالا جوئل استراسر، مردی که از ریشش به عنوان یه جور بوم برای شکستن رکوردهای جهانی استفاده میکنه. بله درست شنیدید، از ریشش. از خلال دندون و نی کاغذی بگیر تا گویهای تزئینی کریسمس. جوئل انگار هر چیزی رو میتونه تو ریشش جا بده. فقط برای اینکه رکورد خلال دندون رو بزنه بیشتر از 3 ساعت وقت گذاشته. خیلی خوب، رسیدیم به بخش آخر. یه پایان غافلگیر کننده. 2 تا رکورد دیگه داریم که مطمئنم حسابی تعجب میکنید. مخصوصا اینکه یکیشون اصلاً انسانی نیست.
این شما و این ابعاد بزرگترین کلاهگیز دنیا، یعنی ارزش بیشتر از 2 متر. این کلاهگیز اونقدر بزرگ و سنگین بود که وقتی درو بریمور، بازیگر معروف، میخواست توی برنامه تلویزیونی سرش کنه، 4 نفر کمکش کردن. و همونطور که گفتم رکوردها فقط مال آدما نیستن. با موچی آشنا بشین. یه سگ از نژاد سنت برنارد که یه ویژگی خیلی خاص و منحصر به فرد داره. و اون ویژگی چیه؟ زبونش. طول زبون موچی 18.5 سانتی متره که رکورد درازترین زبون بین سگ‌های دنیا رو بهش داده. واقعا برای یه دوست پشمالو ویژگی جالبیه. و در نهایت برمیگردیم به همون سوال اول. بعد از دیدن این همه رکورد عجیب و غریب، از ناخن‌های چند متری تا بالانس کردن ماشین روی سر، به نظرتون واقعا مرز توانایی و جاه طلبی انسان کجاست؟ شاید اصلاً مرزی وجود نداره. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید.